لایو منی؟ یعنی چی؟ الان تو لایو همی. خب یه بار اومدم رفتم میزنه هنوز هست. الان هستی یا نیستی؟ الان نیستم میگه. الان نیستی. هلو دوستان، بذار همه بیان بالا، کارتون دارم. میخوام از یوتیوب لایو بذارم چون اینجا نمیشه ذخیره کرد. چرا دیگه نمیشه لایو رو ذخیره کرد؟ یکی از دوست دخترام عکس با تو رو فرستاده، میگه سلامت. همه دوست دخترام پریدن. واقعا میرم خونم. بری خونتون هم فایده نداره دیگه. بگاره بگو برای بگم برای شوخی بودن؟ چی بگم دیگه؟ نه شوخی میکنم عزیزم، تو عشق همین. اونا دوست دخترام هم باشه. قبوله. و الان خورما بدم بهت؟ خورما؟ نه بیا با چای بخور. از اولم قهرتون علکی بود. آره خب تو راست میگی. هر جو صلاح میدونی. آقای کریم حسینی لور، مرد بزرگ. دوستان یه اتفاقاتی افتاد تلخ و شیرین. تلخش رو نمیگم، شیرینش هم نمیگم، چون چیزه چون خیلی همه چی مفصله. واقعا حتی در نمیارم. چون خیلی همه چی مفصله باید قشنگ از نقطه اول شروع کنیم به رمزگشایی. یه اتفاقات خیلی بدی افتاد که شاید واقعا هیچ کدومتون تجربه نکردید و اصلا نشنیدید و نخواهید شنید. یه کارایی شده، یه اتفاقاتی شده، یه چیزایی پیش اومده و ممکنه که شاید برای شما هم تجربه بشه، تجربه که ما کسب کردیم. و سعی میکنم که حالا به صورت کامل میگیرم همه چی ها. یعنی خیلی هاشو گرفتیم، حجمش بالاست، باید حجمش بیاد پایین که بتونیم بذاریم آپلود کنیم. و خیلی شاید سوالاتی داشته باشید شما که منتظر جوابش باشید. به همین دلیل مبارک خان، مرسی. انشالله روزی شما هم بشه، برگردم بهتون دوباره. چه میدونم دوست پسر دوست دخترشون که از هم جدا شدن. خب چی شده داشت؟ ببین اتفاقات عجیب غریبی افتاد دیگه. حالا واقعا یه جای فیلم هندی بود، یه جای فیلم ترکی بود. یه خدایی ها. ترکی و هندی و آره
این رفت با اون رفت با این اتفاقات عجیب غریبی افتاد واقعا. ولی مرسی از شما. چطوری آشتی کردید؟ دیگه نیلی زنگ زد التماس و نه واقعا همه چیو راستشو گفتیم توی یه ویدیو، تقریبا یه ویدیو 1.5 ساعت که اصلا از پاش تکون نمیخورید، یعنی همینجوری میشینید تا انتها میبینید. حالا نمیدونم اگه اینستا بشه آپلود کنم که شما راحت ببینید، اینستا میذارم. میشه تو آی جی تی بیشتر نیم ساعت کنم نمیشه گذاشت؟ میشه. یوتیوب که 100% میذاریم که هم بالاخره فرهنگ سازی بشه، اونورم داشته باشید یوتیوب، چون یوتیوب بالاخره چیزی که شما وقتی دارید میبینید به اون آرتیستا یا اون شخصی که داره مثلا ویدیو براتون میذاره هم یه پولی دریافت میکنه، هم با توجه به اون ویدیو چیزای مشابه اونم میتونید ببینید، میتونید خیلی آموزشا ببینید، یاد بگیرید خیلی از چیزا رو. و کلا یوتیوب داشت همه جای دنیا واقعا. من از همینجا اتفاقا حالا چون بازدید زیاده بعدم نیست بگم مسئولین محترم کشور آقا سایت مایت همه چی بده، اوکی یوتیوب چه مشکلی داره شما چیز کردید فیلتر کردید؟ واقعا این فیلترینگ یوتیوب یه دونه چیزه، یه کاریه که یه ظلمیه به یه سری از جوانایی که میتونن از اونجا پول در بیارن. خب خیلی از آدما هستن، خیلی از آرتیستا، خیلی از کسایی که در واقع دارن کار میکنن میتونن از یوتیوب پول در بیارن، میتونن همین کارهایی که توی اینستا میکنن توی یوتیوب بکنن و اتفاق بدی نیست. من نمیفهم واقعا دلیل فیلترینگ یوتیوب رو هیچ وقت نفهمیدم. حالا یه تجدید نظری بکنید، بالاخره شاید یه اتفاق خوبی افتاد توی یوتیوب، میدونی؟ نیلی کجاست؟ نیلی هم اینجاست ولی 80,000 نفر بشید نشونش میدم. اگه 80,000 نفر شدید نیلیو نشونتون میدم. کامنت چی گذاشتی؟ ایشالله قسمت همه نوشتی؟ نه قبل از این بود؟ بعد از نمیبینم کامنت. آره اگه 80,000 نفر بشید نیلیو نشون میدم، اگه 100,000 نفر بشید یکی از دوستای دیگه‌مون که اینجاست اونم نشون میدم که اون خیلی جنجاله، گذاشتیم یه موقع خوبی نشونش بده. مگه نه؟ نگفتم اسم تو که چه جب باشه. جب میدن مردم باشه. حالا میگیرم رو تا نه 100,000 تا بشن ارزش اینو داره نشونت بدیم خدایی. قبوله؟ باش خودت گفتی دیگه. آقا 100,000 تا شدید من این مهمانی که اینجا نشسته است بخیر بابا اسمتو نیاوردم که ای چه اینجوری میکنه ای پشمام ریخته. خب دیگه تهش که قرار دیده بشه دیگه. حالا چه الان 100,000 نفر بشن خب دیده بشه دیگه. به سرعت برق و بادم دارن میرن بالا ها. مهمان محترم خونه خان، مهمان محترم خونه خان. اینم چیز خوبه، مثلا اسم برنامه رو بذاریم خونه خان. ها میخوای اسم
برنامه من و پارسا میشه بدون کات. برنامه من و تو بشه خونه خان یا خونه نیلم مثلا میتونیم داشته باشیم. آره. یه شب خونه من یه شب خونه برنامه مهمان محترم خونه خان. آره خلاصه 80,000 تا بشید نیلیو نشون میدم، 100,000 تا بشید این مهمان عزیز رو نشون میدیم، 200,000 تا بشید مهرعلی نشون 200,000 تا بشید مهرعلی و تقدیم حضور گرمه. ببین اون روز مالوما روز تولدش لایو گذاشته بود، 40,000 نفر داشتن میدیدن. خان لایو گذاشته همینجوری بی دلیل 70,000 نفر دارن میبینن. بعد مال ما بیت المال، ما موامونو زرد میکنیم میگن شبیه اوبیا شدی، مالوما میگن واو چه آرتیستیه. مالوما 3-4 تا دوست دختر داره میگن بده، ما 3-4 تا داریم نه میگن خوبه. ازم تو هم داشته باشی خوبه. من فرهنگ سازی کنم. آفرین فرهنگ. ببین تو خودت سلطان بی فرهنگا بودی، الان الان دیگه میخوام فرهنگ سازی کنم دیگه. چیه مگه؟ بچه یه خودت آماده کن، 8,000 نفر دیگه باید نشونت بدن. باش من آمادم. خودت آراسته بکن، پیراسته هم بکن. میدونی پیراسته یعنی چی؟ میدونی پیراسته یعنی چی؟ آره. یعنی چی؟ یعنی مای خوشگل. نه یعنی پیری که راست میکنن. تربیت. اگه مهمونمون رو نشون بدیم لایو میشه 500,000 تا، باور کن. خب نشون نه نمیشه الان. اشکال بنده خدا رنگشو نگاه. زرد شده رنگش. ببین 4,000 نفر دیگه باید تو رو نشون بدیم، چیکار کنیم؟ من که ندارم مهمونمونو. نه تو رو هم بابا الان نباید نشون بدیم آخه با این وضعیت. چرا؟ الان توی خونه منی بعد از 3 ماه، اتفاق الکی نیست به نظرم. آره. به همین راحتی. البته حالا 80,000 تا اوکی، 78 تا 700. 79,000. دارم میترسم. ببین همه اومدن منتظرن تو رو ببینن. 800 نفر دیگه میشه تو رو میبینن. 700 500. خب اوه شد 80,000 تا. 80. باشه من استرس گرفتم جایت. باشه بچه وقت برنامه تموم شد. 81. بیا عزیزم. شد نشون بده. بازگشت غرور آفرین خودمو تبریک میگم. بازگشت غرور آفرینه نیلی تبریک میگیم به همتون. اوه چه گافی هم شدی تو این مدت عزیزم. خیلی خجالت میکشم. چه بوی خوبی میدی. مرسی برام کلام خریدی. خودت نداشتی قبلش؟ همیشه بوی خوب میدی. داشتم ولی این که تو برام خریدی خیلی چیز برات خریدم، قاسم مرادی. کازم مرادی. کازم بود، قاسم نبود. قاسم مرادی خودکلان نیلی قاسم مرادیه بچه هم. از بچه های خوب طایفه خودمونه. عشقم جان مرسی بابت نهار. آره. مرسی بابت نهار، خیلی خوشمزه بود. الان شام هم داریم واسه. شام چیه؟ شام چیزه بگو. عدس پلو. نه بگو غذای ایرانی هم. قرمه سبزی. نه کوکو. میرزا محمدی. میرزا محمدی الان ساعت که بشه باید مهمون رو نه دیگه نشونش بده. نشون بده دیگه. نداره آخه این دیگه ول کن، حالا نیلیو فعلا داشته باشید. خب بچه میرزا محمدی داریم. صداش ولی اومد.
نه صداش شما این میشناسید. الان از زمین صدا در بیاد، از این صدا در نمیاد. صداش اومد همین الان، من نه. خودم شنیدم. بابا ول کن. شما بچه شما نشنیدین صداشو؟ بابا با گوش نده دیگه. آخه خیلی استرس گرفت. الان 3000 2000 تا دیگه بر بالا آقا بعد نشون نه بدی. اونو شوخی کردم، نمیشه الان تو دیگه میدونی که نمیشه. آهنگ جدید که میاد. آهنگ جدید، اون آهنگ رو که نگم برات که هیچی. نه واقعا یه سری حرفا هست، یه سری اتفاقات توی این 2-3 روزه افتاده، حالا همه رو توی ویدیو گفتیم، ولی من از شما میخوام که شما قضاوت کنید به عنوان کسی که ویدیو رو دارید میبینید و اتفاقا رو دارید بررسی میکنید، اتفاقایی که اصلا هیچ کدوم شما نمیدونستید. از شما میخوام بعد از اینکه ویدیو رو دیدید قضاوت کنید، ببینید حق با منه یا حق با پویانه که من این همه یا با ریحانه که من این همه باید حرف بخورم الان. یعنی الان 2-3 روزه من اومدم همش داری به من فوش میدی. خب بذار دهنم باز یه نشه. کارای دیگه هم کردی که اگه اون قضیه رو بگی به خدا منم کارایی که کردی و میگم، شوخی ندارم. حرفا فوشا همه رو دونه دونه میگم. اصلا کاری ندارم، اون قضایایی که بین ما هست و که اصلا هیچ اونجا گفتیم و یه سری چیزا رو حالا امشب میگیم، ولی اون آدمایی، دوستایی که در قالب دوست دنبال ناموس ما بودید، خیلی کاظم مرادی هستید. کاظم مرادی. ولی من خیلی دوست دارم که مردم قضاوت کنن. ببین یه چیزیشی که مردم میتونن قضاوت کنن اینه که تتلو برای چی باید از تو یه عکسی بخواد که هیچ کس نداره؟ آدم اینقدر بی‌ناموس، ببخشید تو به ایشون میگفتی زن داداش، به ما میگفتی داداش. تو زن داداش تو عکس لخت ازش میخوای؟ دیوز واقعا آدم اینقدر بیشعور و بیشرف. اینو از اینجا داشته باش فعلا. خیلی اتفاقات افتاد، خیلی چیزا رو من میدونم و حتی خود اینم نمیدونم که اونا رو توی یوتیوب داره میگیم. کدوما رو من نمیدونم دیگه حالا بگو، یکمشو بگو. لایو یوتیوبی میذارم. یه نفر چقدر تو بهش کمک کردی، آهنگشو خریدی، بهش کمک کردی، بعد اینجوری روت چش دیگه داشته باشه، چقدر بده؟ درست واقعا. دوستان با ناموس، سمت این آدمای بی ناموس نرید. با تشکر. ولی اتفاقایی که افتاد یه درس بزرگ به من داد. به تو که خیلی درس بزرگ داد. خیلی به من که خیلی درس داد این اتفاقات توی این 3 ماه که افتاد و واقعا همش هم واقعی بود. یعنی حتی انقدر از اتفاقایی که شما دیدید و یه سریاش هم اصلا ندیدید همش واقعی بود. آره واقعی بود و همه چیزم هست دیگه با سند و مدرک. حالا دادگاه که نیستیم با سند و مدرکش اصلا دروغ یه سری جاش بوده یا راست بوده ما میگیم، شما اونایی که دوست دارن باور کنن. عزیزم ولی خیلی خوشحالم که پیشم. منم همینطور عزیزم. هیچ کس داشتم تو رو از دست میدادم. هیچ کس تو نمیشه برام. راست میگی؟ میدونی؟ مگه بقیه رو امتحان کردی؟ نه امتحان نکردم. هیچ کس نمیتونه منو اونجوری که باید بفهمه. آره. من خوب میفهمم تو من خوب میفهمی. خوب. خیلی خوب. مثلا از دیشب تا خیلی بیادبی. بی تربیت. ولی امیدوارم که به حق استید ویدیو یوتیوب رو ببینید و
من تو این 2 روز خیلی فوش خوردم از از پویان. کی؟ خیلی از پویان فوش خوردم. خیلی بهم فوشای رکی گذشتی داده. امیدوارم که شما قضاوت کنید و من اونجا کامنتتون رو بخونم یه ذره دلم خنک. الان اینجوری داره میگی منظورت چیه؟ یه ذره طرفداری میکنید، یه ذره دلم خنک شه. تو یوتیوب میذارید. آقا اصلا هر کی فکر میکنه حق با نیلیه زیر پست خودش بنویسه حق با نیلیه. نه تو یوتیوب بذارید اول اون ویدیو رو ببینید. من میخوام اون ویدیو رو شما ببینید، اتفاقایی که نمیدونید چی شده توی این. یه اتفاقای بدی افتاده ها. یکمشو میگم بهتون. من یه روز اینجا گوشیمو جا گذاشتم. یعنی گوشی من جام اونجا یه اتفاقاتی از پس این گوشی در اومد که شما باید بدونید و خودش گفته همه رو توی اون ویدیو. آره گوشیش جا موند اینجا و گوشی اصلیش هم بود، چون این یه آیفون 12 خریده بوده، جدیدم خریده و همش درگیر این آیفون 12 بوده. اصلا حواسش نبود که گوشی جا گذاشت رفت. گوشی من جا موند خونه پویان، یادم هم نبود. بعد رمزش هم همون رمزی بود که مثلا من 4 ماه پیش گذاشته بودم، عوض نکرده بودم. قشنگ واسه خودش راحت رفته گشته، هر چی بوده نبوده همه رو خونده. اونایی که پاک کرده بعد هی داشت به من فوش میداد. حالا اونا رو خودش میگه. هی بهش میگم چی شده؟ اینا رو کی بهت گفته؟ از کجا فهمیدی؟ نمیگه. بعد منم مثلا یادم نبود گوشیمو جا گذاشته بودم. دیگه آخر سر بعد از 2 ساعت فوش دادم به من میگه گوشیتو جا گذاشتی اینجا. خیلی گفتم مرسی واقعا از اینکه رفتی هر چی توش بود و نبود و خوندی. ببین خدا اینقدر منو دوست داره. ببین هیچ وقت امکان نداره یه شخص گوشیشو یه جا بذاره بعد اصلا یادش هم نکردنی بود برام. بعد یادش هم نمونه که گوشیش نیست الان. مگه میشه همچین چیزی؟ خب آره دی، من یه گوشی جدید خریدم، بعد توی این گوشی جدید اینو گرفتم دستم رفتم دیگه، یادم نبود اونو بردارم برم. خیلی وحشتناک بود اون شب. ببین کار من خیلی زشت بود. خب من اصلا آدمی هستم که برم تو گوشی کسی راستشو بخوام. رفته بود گالری رو گالری گفتم. خب اینستاگرام و تلگرام و واتساپ و اونایی که به من چرت و پرت میگفتیدم همه رو خوندم. همه رو، یعنی اصلا باورم نمیشه. خیلی شب بدی بود. حالا جزئیاتشو که چی دیده چی ندیده چه اتفاقاتی افتاده همه رو خودش میگه دیگه. همش دروغه. نه داداش یکمش دروغه. شما نبین اذیت اذیت نشو دیگه. وقتی سیگار میخوای بکشی؟ نه بابا میخوام قلیون بکشم. اون سیگار ولی اسمشه، ما بهش میگیم سیگار. به خدا از غم دوری تو. قلیون مگه میکشی؟ داریم دارین؟ آره خوبه که دوست دارم قلیون خودت. ولی خودم چقدر دلم برای این قاب تنگ شده بود. کدوم قاب؟ دور از شوخیه این که من و تو کنار هم لایو بذاریم. آرزو شده بود واسه؟ به خدا نه، دل تنگ شده بودم. فکرش نمی‌کردم دوباره این اتفاق. نه کارهایی که کردی رو مو به مو تو اینستا دیدم همه رو. باشه. حالا تو اون ویدیو همه رو گفتم. حالا تو اون ویدیو خودم نشون دادم که حالا توی اون ویدیو همه رو مو به مو همه رو واسه روشن میکنم، واسه مردم هم همینطور. آره بچه من برم گشتم یکم غذا بخورم. اگه دوست داشتید دوباره بیام زیر پست آخر نفری 10 تا کامنت قلب و جیش و بوس و هورا بذارید. اگه فکر میکنید حق با نیلیه، قلب چه رنگ دوست دارید تو؟ قرمز. قلب قرمز بذارید زیر پست من. اگه فکر میکنید که حق با من، قلب نارنجی بذارید زیر پستم. زیر پست نیلی هم چند تا ان و این چیزا بذارید از طرف من. با چیز خیلی بیادبی. یه چیزای بد بذارید، استفراغ بذارید.